عروسی به سبک کشمیری فوق العاده است. بالای 40 مدل غذا از یک روز قبل آماده میکنن، بیشترم گوشت دارن روی هیزم. میخوام برای اولین بار تو کل تاریخ بلاگرها عروسی کشمیری واسهتون معرفی بکنم. اینجا قسمت آماده سازی هست. بره ها رو میارن، تفکیک میکنن، فیله میکنن، از هم جدا میکنن، هر قسمت برای یه غذایی. خیلی هیجان انگیزه. اینجا دارن گوشت رو میکوبن. ببینید از اینجا شروع میشه با سنگای مخصوص، گوشت کوبای مخصوص، مرحله به مرحله 10-15 نفر میشینن. نها کنید دست به دست میکنن، گوشتا رو دست به دست میکنن تا اینجا که میرسه چربی به گوشت اضافه میشه. چربی که به گوشت اضافه شد حالت کوفته، حالت توپی درست میکنن، میذارن توی سینی. هیجان انگیزه. گوشتا که آماده شد به این صورت حالت کوفته‌ای گرد و خوشگل میذارن توی سینی. اوه 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 very nice. یا سلام. سیخاشون مثل این چی بهش میگن، مال کشاورزی که زمین میکنن و منطوله. کشمیرم مثل خودمون توی عروسیاشون حلوا درست میکنن. خیلی حلواشون خوشمزه و مقویه، یعنی از روغن حیوانی، از زعفرون، از کشمیش، از مغز. نها کنید الان کاجو. الان وقت اضافه کردن زعفرون. بسم الله. کشمش. به 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 چه بویی داره. کاجو. یا سلام. ماشاءالله ماشاءالله. جزاک الله. وقت اضافه کردن نارگیله. کوکونات. اینم خلال کاجو. ببخشید بیا این بر بازار. حلوا کشمیریه. الله. شیرین زیاد نیست، خوشمزه است و بهش میاد که مقوی باشه. عزیزم چقدر مرغش خوش رنگ. توی عروسیاشون هم سفید درست میکنن، هم حالت کته‌ای مجبوسی که بهش میگن پلاو کشمیری. نگاه کنین. اوه 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 اوه. مجلسی و قد کش. داره زعفرون به خورشتاشون اضافه میکنه. دیدین تو عروسی زعفرون اضافه کنه؟ ریستا. کشمیری ریستا. گوشتابه. عزیزم. اوه اوه اوه. گوشتابه. عزیزم. اینجا برعکس خودمون تهدیگ نمیخورن، میندازن تو سطل زباله. ماشاءالله. به به. برنج میاد، کباب میاد، خورشتش میاد، مرغ میاد. ببین عادتشونه که توی عروسی ها چندین مدل غذا میذارن. یا سلام. چقدر با سلیقه. ببین غذا آماده شد، کاغذ میذاره، ظرف مسی خوشگل. ببین آشپزا با لباس خوشگل. این کوفته ها ببین ریستا. میره بالای سر مهمونا، واسهشون میریزن هر چقدر که بخوان. بسم الله. عزیزم. 4 نفر میشینن، بعد آشپزا بالا سرشون هست، هر چی میخوان براشون میریزن. نگاه کنین. اونور دومادم اون بالا نشسته، کنارشون هم دسر و سالاد و نوشابه و ماست و همه چی هست. من از ایران، از بندر عباس. شما کجا هستی؟ من هندیم. هندی؟ فارسی بلدی؟ ماشاءالله. بریم برای تستش. بسم الله. ببین من بهشون گفتم واسه من کم بریزین، خب، ولی هر سینی 4 نفر میریختن.
به این سینی میگن وازوان، درسته؟ بله. وازوان و بالای چندین مدل متنوع گوشت. این دنده بریونشون بود، این گوشتاب بود که مراحلش دیدین، اینم بهش میگن آبگوشت. آبگوشت هست که توی ماست درست میشه، دهنم داره آب میشه. رستا. رستا غذای معروف کشمیری. این کبابشون، اینم یه مدل خورشتشون. متماز. متماز، اینم قارچ. این برنج کشمیری، اینم برنج سفید کشمیری. کشمیر پلاو. کشمیر پلو. ماس برای هر نفر، نوشابه برای هر نفر، سالاد برای هر نفر، چتنی برای هر نفر، دستمال مرطوب